و یک مشورم دارم برای تشکیل سال. این چیز خیلی خوبیه. مشوره من اینه که یک سال یهو نرید. ترتیب دوستان 4 تا. حالا اگه اون ور رفتی 7 ماه رفتی 8 ماه رفتی مشکل نیست دیگه. بعد برمیگردی. منتها این تشکیل چیز خیلی خوبی. منتها ما مولوی هستیم. یکی دیگه میخوایم که از ما سطحش بالاتر باشه. اونایی که سال اینجا میزنن اینا زیاد فایده نمیگیرن. باید با بزرگان بود دیگه ما میریم که استفاده بکنیم. اینجا بیشتر استفاده میدی. اونایی که اینجا تشکیل میشن از منشون بالاتر نیستن. متوجهی؟ از منشون بالاتر نیستن. از منشون پایین‌ترن. از ما یاد میگیرن. ولی اونجا که میری اونجا دیگه از ما خیلی بالا یاد میگیریم. اونجا خیلی چیزا را دیگه. تشکیل سال خیلی خوبه و در تشکیل سال هم برای یک چیز باید زحمت کشید. در حدیث آمده اول صلاح هذه الامه اليقين والزهد. اول صلاح هذه الامه یعنی این امت قرار درست بشه اول باید یقین و بی‌رغبتی به دنیا بیاد. این دو تا اگه آمد اصلاح خود به خود میشه. برای اینکه این یقین و بی‌رغبتی به دنیا بیاد این هنرنمایی و مولوی ها باید اینجا گل بکنه که ما بتونیم از قرآن بگیم برای مردم. بیانات مولانا تراجمی شما شنیدید؟ از قرآن میگه. این صحبت‌هایی میکنه که یقین رضا میکنه. ترتیب همون خیلی عالی است. در تعریف جنت، در مذمت جهنم، اون حرفایی که واقعا ایمان را تحریک میکنه. اونو باید یاد گرفت. در هر چیزی باید تقلید کرد دیگه. درسته؟ همینجا برای هم پرچه فتوا ما تقلید میکنیم. گذشتگان چطور نوشتن؟ ما ترتیب جدید از اون درست نمیکنیم. این چطور می‌نویسن؟ در دعوت تبلیغ هم که وقتی ما میخوایم تو این خطه به نحو احسن انجام بکنیم این هم تقلید میخواد. این ترتیب مولانا تراجمی منتها برای این حافظ قرآن نمیخواد دیگه. کم از کم اون 10 پاره آخر هست اونا رو باید حفظ باشید. که از قرآن بتونی بگی فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اگر ما میخواد باشیم باید که از قرآن گفت. این خیلی تأثیر داره. این یکی از به عربی خیلی قشنگ صحبت میکنه. چی اسمش؟ صالحی؟ یکی از عرب هست. صالح المقاسمی. 2 نفر هستن اینا. عربی خیلی قشنگ میخوانه، معنا میکنه. دیدی اون؟ اسمش چیه؟ صالح المقاسمی. 2 نفر. اون ترتیب ببین. اون اول قرآن قشنگ میخوانه بعد معنا میکنه. خیلی تاثیرگذاره. انقلابی که در مکه و مدینه آمده با همین قرآن آمده. این ترتیب اگه کسی بتونه یاد بگیره در دعوت خیلی موفق میشه. این خیلی ضروریه. چون که تا ما نریم ما درست نمیشه. مشکل ترین چیز در دعوت تبلیغ که میری اخلاقه. خیلی مشکله. از همه چیز. ما مولوی اونجا شما امیرم میکنن 17-18 نفر به شما میدن از کنار خیابان اینا آوردن به دعوت تبلیغ. دیگه توی 10 روز 12 روز دیگه امیر میشه خمیر. خوب این طور شما تو فشار میذارن. این طور سختی هست. این اخلاقایی ندارن. بودن با اونا و خوش اخلاقی کردن با اینا ساختن اینا رو نگه داشتن خیلی هنر میخواد. اگر ما تو میدان نریم و اینو تجربه نکنیم بعدا دیگه نمیشه. در منطقه عملی زود دیگه از کوره در میری. ولی اگه اونجا ما دوره دیده باشیم اون خیلی کمک میکنه. اگر انشاءالله یه وقت رفتیم اونجا یک کتابی هست به نام مکاتیب سید احمد خان رحمت الله علیه. شخصیتی که مولانا ادریس رحمت الله علیه اونو برای دعوت تبلیغ فرستاده مکه و مدینه فرستاده. 25 الی 30 سال اونجا بوده و اینجا نامه‌های تبلیغی نوشته برای تبلیغی ها. هدایت‌های خیلی خوبی داخل اون است که چطور جماعت نگهداری، چطور تبلیغ بکنی، چیکار بکنی، چیکار نکنی. یک چیزایی گفته که خیلی راهنمای خوبی در دعوت تبلیغ هست. ما می‌خواستیم سال بریم بعد اهلی اعتراض کرد. گفت تو قبلا سخنرانی می‌کنی. تو بخاطر چی می‌خوای سال بری؟ سال بری که چی بشه؟ خدا قبلا سخنرانی می‌کنی. گفت این بحث سخنرانی نیست، این یه چیز دیگریه. باید من برم یک کم آدم بشن تا بتونم اطرافیان را بتونم متأثر بکنم. اول صحبت سر همین خودسازی خودته. بعد اون قسمت آخر فضایل اعمال هست. اون قسمت آخرش علل تسمانی مسلمان. اون من تو همین خانه کنار خانه مفتی خالد 5 دفعه دور کردم تو خانه که اهلی متوجه بشه من برای چی میخوام سال برم. اونجا که من اونم فهمید ها پس به خاطر همین ها این به خاطر این ما سال باید بریم که ما باید ساخته بشیم. سختی ها رو برداشت بکنیم. در سال
شطور بچه میاره. درسته در سال. این که علما گفتن سال بریم، این به خاطر اینه که ما بارکشی باید یاد بگیریم. بارکش دیگه ما بارکشی یاد بگیریم، ما خدمت یاد بگیریم. باید اونجا یک مسائلی پیش میاد که دیگه ما را قشنگ علت میکنه. واقعا تو کی هست؟ در چه حدی هست؟ اخلاق چطوره؟ صبر چطوره؟ لذا دوستان همینه، حتما انشاءالله نیت سال بکنیم. همش با هم نرید دیگه. یهو رفتی 6 ماه رفتی 7 ماه رفتی، بعد برگرد یه 10 15 روزی برو خانه، بعد دوباره بیا تکمیلش کن. و انشاءالله این دیگه معاون ما میشه. الله میخواد دعا بکنیم، الله به ما استقامت بده. یک دعا و دومی بودن با مردان راستین خدا دیگه. واقعا اونایی که واقعا مطابق قرآن سنت زندگی میکنن، بودن با اونا این نعمت بزرگی است. خب جزاکم الله.